سلام بچه‌ها، خوش اومدین. اولین جلسه دورمون دوره پتینه روی چوب و سفال. جلسه اول من میخوام بهتون ابزاری که توی این دوره استفاده میکنیم و نیاز داریم و معرفی کنم. ببینید بچه‌ها، پتینه روی سفال و چوب خیلی تفاوت خاصی با همدیگه ندارن. یعنی اکثرا تمام لوازمی که استفاده میشه به جز این قلم‌های نرم که برای رنگ‌آمیزی روی چوب استفاده میشه، برای رنگ زمینه استفاده میشه. فقط همین دوتا تفاوت دارن با هم دیگه تفاوت خاصی ندارن. تمام لوازمی که برای سفال استفاده میکنیم روی چوب هم میتونیم استفاده کنیم و بالعکسش. اولین چیزی که ما نیاز داریم رنگ هستش. ما میتونیم از رنگ‌های اکریلیک، رنگ هنری که مثلا من رپین دارم دیگه، وستا هست، ریچ هستش که خیلی مارکای ریچ و کادنس و اینا خیلی برندهای معروف و خوبی هستن، میتونین از اونا استفاده کنین، ولی خب قیمتشون نسبتا بالاست. قیمت مناسب با همین رپین هستش و وستا هستش و اینا. بعد این رنگ اکریلیکا، اینا رنگ‌های ساختمانی هستش که توی هنرم ما همیشه ازشون میتونیم استفاده کنیم. من خودم خیلی استفاده دارم ازشون. سفید هیراچیمی و رنگ‌های دیگر رو میتونین الوان تهیه کنین. برای کهنه‌کاری هم از این رنگ‌ها میتونین استفاده کنین، هم یه رنگ‌های مخصوصی، یا رنگ کهنه‌کاری یا پودر کهنه‌کاری، فرق نمیکنه بگید رنگ یا پودر، بهتون تو بازار موجوده میدن، میتونین از اینا استفاده کنین. اینا با رنگ‌های معمولی فرق دارن. اینا یه مقدار حالت گچی دارن، چسبناک تورن، میبینین؟ و انگار که مثلا رنگمون در حالت خشک شدن باشه، یه همچین حالتی دارن اینا مخصوص کهنه‌کاری ان. خیلی کارتون رو جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر میکنه. مارکای خیلی معروف و خوبی بخواید تهیه کنید، خیلی عالی بخواید تهیه کنید، میتونید از کادنس و اینا استفاده کنید، ولی قیمت مناسب‌تر و خوبش همین سوداکو هست که توی دست من هستش، میتونید از اینا تهیه کنید. و من این دوتا رنگ رو دارم. خب شما میتونید رنگ، اگه تو توناژهای کرم و اینا میخواین کار کنین، رنگ کرمی بگیرید. سفید رو حتما داشته باشید، خیلی به کارتون میاد. با هر رنگ اکریلیکی هم میتونید ترکیبش کنید، خیلی استفاده داره. سفید رو حتما بگیرید و رنگ‌های مختلفی داره، قهوه‌ای داره دیگه، کرم داره. کرم هم بگیرید اگه دوست داشتید. این رنگ ها مخصوص کهنه‌کاریه. وقتی که روی کار ما استفاده میکنیم بعد از خشک شدن به یه حالت کهنه و قدیمی طوری میگیره به خودش، چون مخصوص کار کهنه‌کاری و پتینه هستش، برای همین اینطوری میشه. ببینید الان روی دست من هم مثلا یه حالت کهنه و گچی ایجاد کرده. این از رنگ. چیز دیگه ای که ما برای پتینه و کهنه‌کاری بهش نیاز داریم تکسچر. میتونید تکسچر کارن تهیه کنید یا میتونید تکسچر رپین تهیه کنید. من هر دوتاشو دارم، استفاده کردم. تکسچر بسکت یا تکسچر، این دوتا هر دو سرامیکه. تکسچر بسکت یا تکسچر سرامیک برای کهنه‌کاری فرقی نمیکنه، ولی خب شما سرامیک تهیه کنید بهتره. سرامیک بعد استفاده های دیگه هم میتونید ازش بکنید توی برجسته کاری ها و اینا. قلموهامون برای کهنه‌کاری ما باید از قلموهای زبر استفاده کنیم برای کهنه‌کاری. این قلمو میتونید از ابزار فروشی ها تهیه کنید، از رنگ فروشی ها تهیه کنید. قیمتش فکر کنم 30 تومن این انقدر باشه. و زبر دیگه. خلاصه میتونید از اینا استفاده کنید، یا قلموهایی که داشتین خراب شده، سفت شده، از اینا میتونید توی کهنه‌کاری پتینه استفاده کنید. من اینو که تهیه کردم. یه قلموهای استنسیل مخصوصی هم داره کهنه‌کاری و پتینه که اونا رو هم میتونید تهیه کنید، ولی خب نیاز نیست انقدر خرج زیاد بکنید، خصوصا برای اوایل کارتون. اونا خب خیلی حرفه‌ای هستش. اگه دوست داشتید میتونید تهیه کنید اونا رو. تو بسته‌های ستایی و اینا هستش. و این قلم‌های زبری که من از قبل داشتم، من خیلی ازشون استفاده میکنم تو پتینه.
همین قلمه ها نیازه. و قلمه های نرم که برای رنگامیزی زمینه چوبامون استفاده میکنیم، مثلا سینی چوبی، صندوقچه چوبی بخوایم طرح بزنیم روشون کهنه‌کاری انجام بدیم، اول باید زمینه‌شو با قلموی نرم، میتونید شما قلموی پارس آرتیست استفاده کنید، پارس آرتیست، اینا خیلی قلم‌های خوبی هستن، من شماره 6 رو دارم. یا میتونید از قلم‌های ماریس استفاده کنید. پارس آرتیست قیمتش نسبتاً بالاتر از قلم‌های دیگه است، خب ولی خب قلم‌های خیلی خوبیه، اگرم خوب نگهداری کنید ازش که چه بهتر. ولی ماریس قیمت نسبتا مناسب تری داره، بازم خوبه دیگه به نسبت قیمتش. و چیز دیگه ای که نیاز داریم سنباده است. البته یه نکته ای رو بگم، ما برای پتینه روی سفال رو اصلا سنباده نمیزنیم، چون اون برجستگی هایی که خود سفال داره و بالاخره ما هم میخوایم یه برجستگی هایی روش ایجاد کنیم و نیازی به سنباده زدن نداریم. ولی این سنباده رو ما برای سنباده زبر رو برای طرح دکوپاژ استفاده میکنیم ازش. حالا یادتون میدم چجوری استفاده کنید. و سنباده P180 رو برای سنباده زدن چوبای MDF مون که تهیه میکنیم باید یک سنباده ریزی بهشون بزنیم که وقتی که میخوایم یک حالت کهنه‌کاری خیلی ریزی روش کار کنیم باید سنباده خورده باشه که زمینمون تمیز و قشنگ در بیاد. بچه‌ها پودر بچه اگه داشته باشید کنار دستتون خیلی خوبه. مثلا یه رنگی رو شما ندارید، میتونید حالا پودر کهنه‌کاریشو ندارید، میخواید از رنگ‌های اکریلیک استفاده کنید، یه مقدار پودر بچه اگه باهاش ترکیب کنید مثل همون پودر کهنه‌کاری یا همین رنگ کهنه‌کاری میشه. پودر بچه نیازتون میشه تو حین کار دیگه داشته باشید، خوبه. و چسب MDF یا چسب چوب بیرنگ، البته چسب چوبتون بیرنگ بشه. برای دکوپاژی که میخوام روی چوب بهتون آموزش بدم، اگه میخواید بگیرید به نظر من بهتر چسب MDF بگیرید که برای کارهای هنری استفاده میشه. حالا مارک رپین، پرشین، من پرشینشو دارم خیلی وقت پیش گرفته بودم، یا وستا، هر مارکی که دوست داشتید یه دونه چسب DM5 داشته باشید برای کارهای دکوپاژ استفاده کنید ازش. بچه اینا گلدفینگر رنگ‌های مختلفی داره، طلایی داره، مسی، نقره‌ای، اشرفی. اینا رو میتونید برای این گلدفینگره فقط با دست میتونیم ازش استفاده کنیم برای تاچ زدن. ببینید مثلا من این جعبه رو که باهاش جاهای برجسته رو تاچ زدم، برای این کار میتونید از گلدفینگر استفاده کنید. گلدفینگر اگر نداشتین پودر فلز، میتونید از پودر فلز طلایی استفاده کنید یا هر رنگی که دوست داشتین، مسی، نقره‌ای، همه رنگا رو داره. حالا این مال من مارک رپینه، میتونید از نری فروشی ها تهیه کنید اینا رو. این هم مارک فلورانس هستش فکر کنم، بذارید ببینم یادم رفته اون موقعی که گرفتم. آره فلورانسه، مارک خیلی خوبیه، برند خیلی خوبیه، میتونید تهیه کنید. فقط این لوازمتون رو که میگیرید دیگه خیلی ازشون مراقبت کنید، نگهداری کنید. لوازم کار ما زود خشک میشن اگه محکم بسته نشن، هوا بهشون برسه و مراقبت نکنید ازشون سریع خشک میشن. حالا پودر فلز که خشک نمیشه، ولی خب با این حال پودر فلز رو ما میتونیم با لاک الکل یا حالا بسته نمیشه وارنیش چیز کنیم، ترکیب کنیم و ازش استفاده کنیم دیگه. برای تاچ زدن میتونید گفتم که گلدفینگر هستش، پودر فلز هستش و حتی همین رنگ های عادی طلایی و نقره‌ای خود اکریلیک هم میتونید استفاده کنید. وسیله بعدی که نیاز داریم، یه موقع‌های یه جاهایی رو مثلا میخوایم یه تاچ خیلی ریزی بزنیم، همین پودر فلز رو میخوایم تاچ بزنیم جاهای برجسته رو. با قلمو اگه بخوایم تاچ بزنیم معمولا تمام قسمت ها رو خب با همدیگه چیز میکنه، رنگ میزنه، تاچ میزنه، ولی تامپون که هست همون برجستگی ها رو در نظر میگیره دیگه، بین کار رو تاچ نمیزنه و ما یه ترکیب خیلی قشنگی میتونیم به دست بیاریم. اینا یه بسته 5 تایی هستش، میتونید تهیه کنید، قیمت خیلی بالایی هم نداره، اگه دوست داشتید میتونید حتی از اسفنج هم استفاده کنید، نیاز نیست اینا رو تهیه کنید، اگه دوست داشتید میتونید تهیه کنید، حالا من دارم. وسیله بعدی که ما میخوایم ازش استفاده کنیم حتی خصوصا برای این مدل صندوقچه ها،
شابلون هست. ببینید بچه‌ها به این شابلون استنسیل میگن، اسمشون شابلون استنسیله. ما از این شابلونا استفاده میکنیم. اینا رو میتونید بشورید، استفاده کنید، بشورید دوباره تا مدت ها میتونید داشته باشید، ازشون استفاده کنید، اصلا خراب نمیشه، منعطف هم هستش، هیچ اتفاقی براش نمیفته، فقط سریع بشورید خشک نشه. حالا خشک هم شد پاک میشه، ولی خب مواظب باشید موقع تمیز کردن پاره نشه. از این شابلونا میتونید استفاده کنید. حالا استفادهش رو بهتون یاد میدم موقع کار کردن. و آره از اینا میتونید بگیرید. مدل‌های مختلف داره، سایزهای مختلف داره، بزرگ داره، کوچیک داره، هر سایزی که دوست داشتید داره، میتونید بگیرید استفاده کنید. من خیلی این دوتا مدل و این سایز کوچیکش رو خیلی دوست داشتم، رو گرفتم و استفاده کردم. تا حالا دیگه من شابلون دیگه این ندارم، واقعیتش همین دوتا رو گرفتم. و یه چیز دیگه برای دکوپاژی که میخوام بهتون آموزش بدم، طرحتون رو شما انتخاب میکنید، یه طرح با کیفیت میبرید میدید براتون روی ورق عادی چاپ دیجیتالی میگیرن. خب یه چاپ دیجیتالی براتون میگیرن، شما میتونید از اون استفاده کنید. اگر ترانسفر دارید و میخواید از همون استفاده کنید، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، جفتشون رو میتونیم با دکوپاژ انجام بدیم روشون. ولی اگر طرح خاصی مد نظرتون هست، یه عکس با کیفیتش رو پیدا کنید، ببرید بدید همین چاپخونه ها، نمیدونم حالا کجا چاپ میکنن، چاپ های لیزری براتون پرینت بگیرن. بعد برای دکوپاژ ازش استفاده کنید. برای دکوپاژ نیاز داریم حالا یه برگ دو برگ و لوازم هنری هایی که مثلا سفال میفروشن، معمولا هم خیلی مختلف چیزای مختلفی دارن، اونا دارن. اونا اگه برید آماده دارن طرحهای دکوپاژ، میتونید ازشون تهیه کنید. دیگه آخرین چیزی که ما نیاز داریم بهش اسپری مات یا وارنیش مات. حالا این برای من مات نیست، این براقشه. شما میتونید مات تهیه کنید، بعد مات تهیه کنید. برای کهنه کاری ما معمولا چیزای کهنه رو براق نمی کنیم، مات میمونه. باید مات تهیه کنید. میشه وستا ماتش، این قسمتش رنگش نارنجیه. ماتش رو تهیه کنید. اگر وارنیش خواستید بزنید، اگر نه که همین اسپری، یه دونه اسپری بگیرید کافیه. من از اسپری کیش استفاده کردم، خوب بوده، کار زرد نکرده، خراب نکرده کارمو، دوستش داشتم. ولی بهترین مارک اسپری که میتونید استفاده کنید دوپلیکالر هستش. اگه خواستید دوپلیکالر تهیه کنید. خب قیمت نسبتا خیلی بالایی داره به نسبت بقیه مارک ها و من این مارک رو دارم، خیلی وقتم هست دارمش. میتونید از اینا استفاده کنید. امیدوارم که همه لوازم رو بهتون کامل توضیح داده باشم. آها یه چیز دیگه که موند، ببینید برای تمریناتتون یه مثلا گلدون سفالی یا کوزه سفالی، جا شمی، هرچی خواستید سفال تهیه کنید و صندوقچه چوبی، سینی چوبی، یا مثلا میتونید یه تخت چوب یا حتی تخت سرو تهیه کنید، MDF خامش رو تهیه کنید، روشون کار کنید. برای من حتما بفرستید کاراتون رو، من ببینم لذت ببرم از کاراتون. و دیگه همینا هستش. همینا رو تا الان اگه چیزی احیانا جا انداخته بودم موقع کار کردن بهتون میگم، ولی چیزی رو جا انداختم، همه رو بهتون گفتم کامل، تمام ابزار رو بهتون گفتم. اگه سوالی داشتین حتما از من بپرسید، من جوابتون رو میدم. پشتیبانیتون دائمیه، میتونید همیشه سوالاتون رو بپرسید، کاراتون رو بفرستید، ایراداتتون رو بهتون میگم، مشکلاتتون رو رفع میکنم. اگه سوالی داشتید از لوازم حتما ازم بپرسید، نماییتون میکنم. فعلا تا جلسه بعدی، خدافظ.